نام خدا. سلام خدمت فعالین حوزه تجهیزات پزشکی، دوستان و همراهان عزیز صفحه medcel.ir. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با همین خبر تکمیل اطلاعات پرونده ثبت کالا برای صدور شناسه کالا و کدینگ نسخه نویسی صحبت کنیم. اولین بار خبر این موضوع در اسفند 1403 منتشر شد و در فروردین 1404 تا آخر فروردین ماه این سال مهلت داده شد تا فاز اول این کار انجام بشه. خب ما برای اینکه به اولین خبر منتشر شده دست پیدا کنیم، چون فایل راهنما و لیست کالاهای فاز اول اونجا هست، از قسمت imed.ir یعنی سامانه سایت imed.ir قسمت جستجوش شناسه کالا رو روش تایپ میکنیم، روی ذره بین روبروش که ضربه میزنیم و از نتایج به دست اومده گزینه دوم یا حالا ممکنه گزینه ها بیشتر بشه در زمان دیگری، همین تیتر که روبروش مهم زده شده توی 2 تا پرانتز کلیک میکنیم تا به اون خبر دسترسی پیدا کنیم. تو قسمت اول خبر اشاره شده به مسائل قانونیش و در قسمت‌های بعدی یه چند تا نکته مهم وجود داره. میگه از فایل راهنما استفاده کنید و در بخش‌های ذکر شده یعنی مشخصات فنی تعریف شده در سطح مدل و مشخصه‌ها وجه افتراقی تعریف شده در سطح IRC این کار رو با دقت انجام بدید. نوشته پس از صدور کدهای شناسه کالا و کدینگ نسخه نویسی مشخصه‌ها و وجه افتراق بسته میشه و قابل تغییر نخواهد بود. خیلی مهمه، خیلی مهمه. فاز نخست اجرای آیین‌نامه به کالای پیوست بوده و سایر کالاها در فازهای بعدی و پس از آماده سازی زیرساخت‌های لازم. این هم خیلی مهمه، یعنی اگر شما خارج از این لیست اقدام کنید عملاً کارتون بدون فایده خواهد بود، چون اون پارامترهای مورد نظر اضافه نشده. حالا چرا دارن اینو میگم؟ به خاطر اینکه میخوان شناسه کالا رو با IRC تطبیق بدن، یه سری پارامترهای موجود در IRC و پارامترهای موجود در شناسه کالا میخوان با هم هماهنگ باشن، یکی بشن تا این دوتا به راحتی قابل تطابق و مپینگ باشن به اصطلاح. پس خارج از فاز پیش نرید. فازها زمان بندی شده، مهلت‌هاش مشخصه و حتما طبق لیست پیش برید. من اگر زیادی اشاره میکنم به یه چیزی و تاکید میکنم به خاطر اهمیتش عذرخواهی میکنم. امیدوارم که صبور باشید و از من بپذیرید. پس از صدور کدهای شناسه کالا، فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع، پرداخت مالیات، سامانه مؤدیان و سایر ضمانت‌های اجرایی در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن منوط به ثبت شناسه کالا خواهد شد و شرکت‌هایی که اقدام در این خصوص نداشته باشن با مشکل مواجه میشن. با توجه به تغییر مشخصات فنی، اینم خیلی خیلی نکته مهمیه. حتی اگر در گذشته این بخش توسط شرکت کامل شده، میبایست مجددا ویرایش شود. خب گفته طبق لیست پیوست ما باید اقدام کنیم. خب کالاهای فاز اول اینجا مشخص شده، دانلود میکنید، مشاهده میکنید و حالا فازهای بعدی و فایل راهنما اینا روش باید ضربه بزنید دانلود بشه. من قبلا این کار رو انجام دادم. میریم سراغ فایل راهنما. خب تو فایل راهنما خیلی کوتاه، نکته خیلی عجیب غریبی نداره، فقط باید دقت بشه و اصلا من این ویدیو رو به خاطر همون دقته دارم رکورد میکنم. خواهش میکنم حوصله کنید، یا خودتون بخونید یا این ویدیو رو ببینید، به دوستان دیگه هم توصیه کنید که این کار رو بکنن. توی پاراگراف اول قسمت اول داره میگه که شما اول وارد سامانه register.imed.ir میشید، لاگین میکنید. حالا من این موارد رو دارم به این متن اضافه میکنم. بعد از اینکه لاگین کردید، ابتدا از منوی ثبت وسیله پزشکی میرید قسمت اصلاحی وسیله پزشکی. اگر کالاتون وارداتی، اگرم تولیدیه، قسمت تولیدی رو میزنید. اقدام به ثبت کد رهگیری میکنید. اینجا تو این باکس کدتون رو میزنید طبق ایندکس های پیوست و درخواست اصلاحیه میزنید. تو قسمت دوم میگه بعد از
آن در مرحله درج پارامترهای فنی در صورتی که پارامتر فنی در سطح مدل تعریف شده باشه و ممکنه این یه سری پارامتر در سطح GTIN باشه، به خاطر همین داره تاکید میکنه. با کلیک روی لینک افزودن پارامترهای فنی اطلاعات اضافه شده رو تکمیل میکنید. یعنی تو این تب شما وارد افزودن پارامترها میشید، میرید چک میکنید پارامتری اونجا اضافه شده باشد، تکمیلش میکنید، یعنی این صفحه. و به مرحله بعد میرید، قسمت سوم. در مرحله بعدی درج GTIN میبایست روی لینک درج GTIN کلیک نمایید و اطلاعات اضافه شده رو در این صفحه تکمیل کنید. تب سوم و درج GTIN، این رو هم روش کلیک میکنید، وارد این صفحه میشید که مشاهده میکنید و فیلد هایی که اضافه شده رو تکمیل میکنید. و اگر هم از قبل وارد کردید طبق توصیه که در خبر شد، مجددا ویرایشش میکنید، یعنی پاکش میکنید، مجددا تایپ میکنید. کل راهنما و کل کاری که باید انجام بدید کار عجیب غریبی نیست. و چرا حالا داریم مرور میکنیم و براش ویدیو تهیه کردیم؟ به خاطر اهمیتشه. نگاه کنید تو قسمت قرمز رنگ، من رنگش رو عوض کنم، ببینید اینجا نوشته توجه، در تکمیل این بخش دقت لازم رو داشته باشید. پس از صدور کد شناسه کالا و کد نسخه نویسی قابل تغییر نخواهند بود. کدها بر اساس اطلاعات درج شده در این بخش صادر خواهند شد. یعنی ما یه سری فیلدها رو داریم با هم دیگه مپ میکنیم. شما مثل گذشته دیگه معنای اصلاحیه واقعا تغییر خواهد کرد. اصلاحیه دیگه تو همه آیتما، حالا قبلا هم تو همه آیتم ها نبود، ولی آیتم هایی که قبلا بود ممکنه دیگه در بعد از اینکه شناسه کالا مپ بشه دیگه شما نتونید این کارو بکنید. باید دقت کنید، واقعا باید مطابق آن چیزی باشد که در شناسه کالا وجود داره. یعنی همون چیزی که شما شناسه کالا گرفتید باید این پارامترها رو پر کنید، یکی باید باشه. اگر تو ثبت سفارش هم شما به مشکل برنخورید، حتما توی ترخیص کالا به مشکل برمیخورید. همونطور که اطلاع دارید بهتر از من، EPL دیگه داره دیتاهاشو از سامان جامعه، یعنی داره از درگاه سامان جامعه استفاده میکنه. اطلاعات شناسه کالا رو میگیره، اطلاعات IRC ما رو میگیره، این دوتا رو کنار هم قرار میده، تطابق میده و بعد کالای شما ترخیص میشه. اگر مغایرتی تو این فیلدها وجود داشته باشه کالای شما ترخیص نمیشه و شما نمیتونید، به عقیده من اصلا نخواهید تونست. و اگر هم بشود با بوروکراسی بسیار بسیار سخت و عملا شما متضرر خواهید شد. حالا کالا ممکنه حیاتی باشه، شما دموراژ بخوره به کالاتون و خواهش میکنم دقت کنید. این نکته واقعا نکته مهمیه. و نکته مهم بعدی میگه با توجه به تغییر پارامترهای فنی، حتی اگر در گذشته این بخش رو کامل کرده بودید، مجددا ویرایشش کنید. و در صورتی که مقدار در یکی از پارامترها موجود نبود، از طریق مکاتبه با اداره کل تجهیزات پزشکی موضوع رو مطرح کنید و اطلاع بدید. اگر دیدید تغییر ایجاد نشده، این رو از طریق سامانه تیکتینگ اطلاع بدید به آیتی تجهیزات پزشکی. آیتی تجهیزات پزشکی از دو جا قابل دسترس. شما وقتی لاگین میکنید تو صفحه khidmat.fda.gov.ir، لاگین که میکنید در منوی سمت راست سامان تیکتینگتون یه فناوری اطلاعات سازمان اینجا وجود داره، یه تجهیزات پزشکی زیر، یعنی شما روی این تجهیزات پزشکی ضربه بزنید یه منوی باز میشه زیرش که فناوری اطلاعات آیتی اینجا وجود داره. شما میتونید از این اقدام کنید که من پیشنهادم اینه که این کار رو بکنید. ذیل آیتی سازمان هم وجود داریم ما. وقتی این ضربه میزنید تجهیزات اونجا هم وجود داره، آیتی تجهیزات. اما بهتره که از این استفاده کنید، چون من بارها دیدم اینجا اشتباه شده، رفتن تو آیتم های دیگه ثبت کردن، رسیده به دست همکاران من در آیتی سازمان، اونها نمیتونن اقدامی روی این تیکت ها انجام بدن.
پس خواهشاً توی ثبت تیکتتون هم دقت کنید، چون مهلتتون حداقل برای این فاز و زمانی که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم تا آخر فروردین ماه 1404 هست، یعنی تازه باز مهلت داده شده و تمدید شده مهلتش. امیدوارم این ویدیو مثمر ثمر باشه، کمکتون کنه. بیشتر تاکید روی دقت بود روی این ویدیو، چیز خاصی نداشت حالا از دید من. امیدوارم که همینطور باشه. یه خواهش دیگه هم دارم، لطفا این ویدیو رو منتشر کنید، به صفحه metsel.ir در یوتیوب سر بزنید. در میز خدمت من بارها و بارها مشاهده کردم که ساده ترین چیزها مورد سوال دوستان بوده، چون خلا از قبل آموزش ندیدم. به همین جهت باید منتظر بمونن کارشناس مربوطهشون در میز خدمت بیاد و مراجعه کنه توی یه روز خاصی تا بتونن سوالشون رو بپرسن، در صورتی که ویدیوی این مطالب به رایگان در صفحه یوتیوب وجود داره، مثلا عزل مدیر عامل، استخدام مدیر عامل جدید، استخدام مسئول فنی، عزل مسئول فنی، موارد ثبت تیکت، آموزش از تیکتینگ جدید و ثبت کالا و موارد اون. 24-5 تا ویدیو وجود داره تو صفحه یوتیوب، میتونید مراجعه کنید ببینید. خواهشاً به اشتراک بذارید و یه دلگرمی هم هست که من و دوستانم بتونیم ویدیوهای بیشتری تهیه کنیم و در خدمت شما باشیم. تا ویدیوی بعدی من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم دقت کنید مجددا تا انشالله شناسه کالا رو به راحتی دریافت کنید و در بقیه مراحل ثبت سفارش و ترخیص کالا به مشکلی برنخورید. خدا نگهدار.